چنین میگویند البته از زن و 5 فرزند سالمش فاحشه کوچگی بالا می‌ایستد. شوهرم با وجود نماز نخواندنش عرق نوشیدن نزد همان فاحشه زن حلالی خود را غیبت میکند. از روی شنیدم در نکاح پیش از قبول کردن به مرد میگویند که زنت را غیبت نکن. در اسلام میگویند که شوهر را غیبت کردن گناه است. الها غیبتش نیو صفت شود. اگر به نوشتن چنین سخنان گناهگار شده باشم نزد پروردگار توبه و مغفرت میکنم. دیگر راه نداشتم، تا حد امکان برای بخت و فرزندانم مبارزه بردم، ولی یک خودم تنها به جای نرسیدم. اگر با 5 فرزند جدا شوم مردم چی میگویند؟ برادر قیامتی، اینک در دو راه زندگی حیرانم که با کدام راه روم. التماس با مصلحت شما نیاز دارم. در آخر عذر بسیار که وقتی پر قیمت شما را گرفتم. اکنون یک چیزی هست، این مادر عزیز خیلی آدمی از روی گفتارش خیلی آدمی عاقله هست، خیلی آدمی با فهمن، مشکلات های زندگی دارن که من چند جمعه 3 جمعه شد همین مکتوب هایی که پیش من هست همش مشکلات های زندگی هستن. این چونین اینم که چگونه که ما و شما گوش کردیم. اکنون خواهر عزیز یا مادر عزیز باشی، فراموش نکن که وقتی که شوهر تو نماز نخواند، وقتی که شوهر تو از جمله عرق نوش ها باشد، وقتی که شوهر تو از خدا نترسد، دیگر برای او زندگی یگان نقش نمیبازد. برای او تو نقش نمیبازی، فرزندها نقش نمیبازند. بله، برای که وی از خدا نمیترسد، وی عرق می نوشد، وی نمازش نمیخواند. پس البته به البته خواهر عزیز، مثل قرآنی که در یک خانه خوانده نمیشود غریب است، تو نیز در دست این مرد غریبی. تو خداوند هم تا یک غریب در دست همین مرد تقدیر کرده است، نصیبت کرده است. مادر عزیز، من یگان چی باور کن در راست این گفتن نمیتوانم، زیرا که اگر از جمله نمازخانه ها میشد، از جمله کسانی میشد که برای او پند و نصیحت یک تأثیر میبخشید، من یک نصیحتی میکردم. فقط خواهر عزیز، به تقدیر تن دادن در کار، در دو راه زندگی شما باید چگونه قرار دارین، یا این طرف یا آن طرف، همین زندگی داشتنتون بهتر است. و همیشه دعا کنید شاید که خدا از این راه خیلی خراب و نادرست این شوهری تو را پس گرداند. گفته خواجه حافظ، هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عیش، با او نمورده به فتوای من نماز کنید. آن آدمی که در این حلقه نیست او زنده به عشق نیست. خواجه حافظ گفتن اگرچه نمردم که باشد روید جنازه خوانید که وی هلاک شده است. این از جمله هلاک شدگان است. برای همین این خیل انسان نصیحتم گویم که هیچ معنی ندارد. چگونه ای که خواجه رحمت الله علیه شیخ مصلح الدین سعدی می گفت آدمی را عقل باید در بدن، ورنه جان در کالبد دارد حمار. میفهمین معنی را؟ ببین آدمی را عقل باید در بدن. همین آدم وقتی آدم می شود که عقل داشته باشد، وقتی عقل داشته باشد باید آدم می گویند. ورنه جان، ببینید، ورنه جان در کالبد دارد حمار. کالبد گفتن جسم میگن. و ایلا شیخ سعدی گفتن ببینید همین جانی که اگر آدم با جان خودش اگر با شرف شمارد، همون جان خرم دارد. ورنه جان در کالبد دارد حمار. همون حمار همون خر است، همون خرم جان دارد.
لیکن انسان عقل دارد. آدم با عقل هیچ وقت پایبند شراب نمی شود، هیچ وقت از عبادت خدا دور نمی ایستد. انسان با عقل. برای همین خواهر عزیز صبر کنین، خداوند همراه صابران است. دعا کن تا که خداوند از این راه بی عقلی و از این راه نادرست شوهری تو را پس گرداند. خدا خواهد ممکن که یک شوهری مشفق شود، شوهری خوب برای تو شود. ممکن، پروردگار در همه کار قادر است. مادر عزیز طی چند سال بوده است تو طی همین زندگی بوده، مشکلات های زیاد کشیده ای. خدا خواهد انشاءالله تو این مشکلات نیست، همه این پاداش دارد و اجر دارد. تو پیشگاه خدا در ثواب کلان میگیری. برای این دعا کنید شاید که خدا هدایت کند، و اگر هدایت هم نکرد زود از پروردگار با یگان طریق او را از تو جدا میکند. خب اینجا دم یک مکتوب دیگر را میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من یکی از زنهای گناهگار التماس یک سوالی دارم، سوال اون رو پر را جواب دهید. من 3 ماه پیش شوهر کردم. اپم به خانم آمد، خوشتامنم در خانه نبودند. از اولاد شوهرم هم کسی نبود. با آنها مهمانداری کردم. اپم مرا از راه بیراه کرد. از بس که من حامله دار بودم، شوهرم مرا به نهایت دوست می داشت. چون گوهرک چشم من هم او را دوست می داشتم. شوهرم را مجبور کردم که من دیگر در این خانه زندگی نمی کنم. مثلا اپاش آمدن گفتن که خیلی همیتا پرینسیپ بمان که ما دیگر در این خانه زندگی نمی کنیم. مقصد این خسر و خوشتامن و این اولاد اجداد و اینهایی که در این خانه هستند، انا که قوت خدمت اینها را ندارم. من خانه جدا میخواهم. همین گفتن در پیش شوهر بگذار. شوهرش که آدم خوب بوده است. مثلا اینا از فرصت استفاده بردن، از سادگی همین جوان استفاده بردن و چیکار کردن؟ همین پرینسیپ در گردن همین جوان ماندن. خب و این زنم هم تا گفتن من با تو دیگر زندگی نمی کنم، در کجای نباشد اجاره می نشینم، لیکن در خانه پدرت نمیستم. این دلالت بود که از طرف اپای این زن و این زن بود. خب شوهرم راضی نشد. خوش به حالش، جوانی بغیرت بوده است، جوانی ساده نبوده است، جوانی که گویم که 1 دقیقه در پیش پدر و مادر از 100 زن بالا میدونسته است. جوانی بغیرت، جوانی بناموس. خوش به حالش. خب شوهر راضی نشد، رفته کودکم را ابورت کردم. شوهرم گفت چرا از من ناپرسیده این کار رو میکنی؟ خب ناچار شد و گفتا چرا از نعمت خدا ناشکری کردی؟ فرزند را غلطانیدی. من او را گفتم اگر اجاره نگیری مرا طلاق بده. مثلا این گپ همین است، فقط یگان خانه در اجاره می نشیم. خب مرا زاره میکرد. نگوی این خیل گناهگار میشوی. اون جوانی بده، همین جوانای در مسجد ما و شما وری بچه‌هایی که میان گریه میکنن که مقصد ما با زنهامون زندگی میخواهیم. ای خدا ترسی ایده این نکن. خب این خیل نگوی گناهگار میشوی. گوش نکردم، فقط به او میگفتم مرا طلاق بده. شوهر از ناچاری مرا طلاق دادن. از بین هفته نگذشت آنچنان پشیمان شدم که دیگر حد و کنار ندارد. اکای حاجی مرزا اگر علاجش باشد برای من یگان روایت بیاو. سر خواهشی خوب. راستی بار این مکتوبه های هستن که وقتی میخواند انسان
اکو این حیات همگانی ما و شما است. این در اکثری خاندانای ما و شما این مسئله گویم همین خیل عملها رخ میدهند. لیکن بدیلم در خانه گفتم خواهر عزیز مصلحت از اپد رفته بگیر، دیگر از ما میتونی مصلحت نگیری، پیش اپد میروی، همون اپایی که تو را بیراه کرده، همون اپایی که تو را در همین راه دلالت کرد، اکو نزد خانش برو. من به نام پروردگار این گویم که قسمی در پیش پروردگار کفارت دارد. خواهر عزیز این قدر گفتنی هم که اگر همین اپد تو را اگر از چند روز زیاد در خانش راه داد، من نام عوض میکنم به نام خدا. اگر تو رو گو که این من دلالت تو را اجرا کردم، این کار تا جای اومد که این مرد مرا طلاق داد، من دیگر جای ندارم، اکو در خانه تو میستم، کنی بین اپد با تو چی معامله میکنه. خواهر عزیز دیگر کسی تو را نمی بردارد، دیگر کسی دیگر غم تو را نمی خورد بجز انا همین شوهری که او را مجبور کردی تو از او طلاق گرفتی. بسیار جای خیلی جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. هیچ وقت دادرای عزیز، مادرای عزیز، پدرای عزیز مجبور نسازین که برای شما دخترهای عزیز روین و پرینسیپ مانین و خانه های جدا کنن. هیچ وقت با پرینسیپ زندگی نکن. پرینسیپ قطعی زندگی کردن ناممکن است. برعکس شما نصیحتتون این باشد دختری عزیز، خواهری عزیز، از همین روز اعتبارا تو در من دیگر در کار نیستی، رو مرده تا ببین و زندگی تا کردن بگیر. همین سخن باید از ما باشد. همون روزه که اگر شوهر ناراضی کردی، ناراحت کردی و خانه من آمدی، من از تو بیزار هستم، برای من این خیال دختر در کار نیست. انا این نصیحت باید از پدر و مادرها باشد. دختر اون حالت خدمت میکند. وقتی در بخک گوشش در آمدی و نصیحت کردن گرفتی، عاقبت تو زندگی رو تلخ میکنی. افسوس که زنها که نمیدانن حرمت شوهر چیست، نمیدانن که شوهر چی نعمت است، پس به این راه های نادرست میره. دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، دوره رسول الله بود. زنها آن مقدار شوهرها را دوست می داشتند که تیار بودند که جان اونها را خدا قبض کند و به شوهرها یگان زیان و ضرر نیاید. اونقدر شوهر دوستدار بودند. مادر عزیز خدا شما را شوهر دوستدار کند. خدا در ذهن شما محبت شوهر اولین درجه گذارد. باری میگد یکی از مردها که بیابان کار میکردن، گرمی های سخت بود، بیگاه به خانه آمد. زن که زنی خدا ترس بود، زن که زنی به قدر شوهر میرسید، زنی مسلمان بود. همین برای زن از همه مهم که شوهر احترام کند، در وجود او ترس خدا را جای کن، تمام دیگر خدمت ببین. زن خدا ترس که بود، میدانست حقوقهای شوهر که میدانست. دیگه شوهرش بیگاه آمد و لب و دهان همه خوش گفت. زنه گفت یک ظرف ده آبم بیار. ها زنه ببینین، غمخواری را ببینین. میگه در رفت و در یک ظرف آب آورد، لیکن بالای ظرف پر از خس بود. خس میدانین باقی مانده گندم، همون که میگیم یا خس میگیم، بالای آب پر از خس کرده است. شوهرش وقتی که گرفت، آدمی تشنه، آدمی لبها خوش، خواهشاتی در آب، آهسته می نوشید که تا که همون خسها در حلقش نرود. بعدا بود کرد آب و گفت. زنه گفت این چی کار بود تو کردی؟ آخر من آدمی تشنه، آخر اینقدر حلق من قاق، این عمل تو کردی، من بسیار آهسته عاقبت تشنگیم شکست، لیکن دیرتر. گفت مرده گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر وقتی انسان بسیار تشنگی سخت او را غلبه کند،
یک باره اگر آب نوش است جگری او علتی می شود. من به این خاطر این خسها را گذاشتم که تو آهسته آهسته نوشی و در جگر تو یگان درد و غم پیدا نشود. خواهش ببینین، مراد ببینین، گمان ببینین که در وجود تو یکی جگر تو دردمند نشود، وجود تو در درد نماند. بله البته خسها که در بالای آب، این عقل ببینین، این فراست ببینین. حضرت شیخ سعدی می گفت هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، اگر برای کسی که خداوند این گونه زنی با توفیق دهد، این گونه زنی خوب نصیب گرداند، هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را بر رحمت نظر سوی اوست. اگر کسی که این گونه زنی خدا ترسان، این گونه زنی غمخوار شوهر دارد، پروردگار نظر رحمتش بر بالای اون جوان و بر اهل این خاندان است. امام احمد حنبل خواهر عزیز، من برای تو این حجت ها را میارم. امام احمد حنبل صاحب مذهب بودن، زنی بسیار بسیار خدا ترس داشتند. خدای مهربان دعا میکنیم که جمله زنهای خدا ترس زیاد کند تا که این مردم ما سرسان و سرگردان نشوند. امام احمد حنبل میگوید، زنی و حکایه میکند که وقتی که خانه می آمد امام احمد حنبل که از تار سر تا گویم که کف پا از خدا می ترسید، وقتی می آمد میگد که من در چهره وی شادی را می دیدم، به سوی خدا شکر می کردم که شوهر من شاد است. ببینید وقتی که خانه می در آمد، مقصد به چشماش نگاه می کردم، به چهرهش نگاه می کردم، از چهره او می فهمیدم که همین حالت شوهر من چگونه است، طبعش خیره است یا طبعش خیره نیست. وقتی که طبع او خیره نمیشد، به سوی خدا میگفتم هزارها شکر که شوهر من امروز طبعش خیره نیست. وقتی که اگر در چهره او غم میدیدم، پس میپرسیدم ای احمد، غمی در چهره برای چیست؟ اگر میگفت که کار دنیا ماندم کرد، کفا که میگفتم. ببینید اگر میگفت که کار دنیا مرا مانده کرده است، من برای او میگفتم کفاکه، یعنی ای احمد همین قدرش بس است برای دنیا، دیگر محنت نکن، دیگر زحمت نکش. من راضی هستم که گرسنه مانم، لیکن از او یکی یک لقمه حرام میخورم، من راضی هستم. همین قدر در دنیا کار کردی بس است. لیکن وقتی اگر میگفت امام احمد حنبل برای من میگفت که زنک، این غمی که در چهره من میبینی غم آخرت است، زن امام احمد حنبل در این چی میگفت؟ زادک الله، دعا میکرد که خدایا اگر این غم تو غم آخرت باشد، خدایا غم آخرت احمد حنبل از زیاد بگردان. ببینین غم از آخرت باشد، دعا میکرد زنش خدا غم شبا زیاد کن، مثلا همون غمخواری به آخرت زیاد کن. زیرا که صاحب 4 کتاب میگفت غم دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان آسوده است. بله مثال شما حضرت دعا میکردن که خدا اگر غمت غم آخرت باشد، خدا زیادش گردانه. مقصد در غم آخرت شوهر دعا میکرد. اگر از حساب دنیا مانده میشد، میگو که شوهر بس است، کفا که بس است، دیگر پی دنیا را نگرد، پی دنیا را نگرد. زیرا که در قصه ها میارد که یک مرد بسیار آدمی با دولت بود و یک چشمش کور بود. میگن آدمی با دولت بوده است، با ثروت بوده است، یک چشمی کور داشته است. قریب چند سال با زن خود زندگی داشتند. به ناگاه یک روز این مرد اون ثروت و دولتی که داشت آهسته آهسته از دستش رفت و آدم نادار شدند. بعداً وقتی که به خانه آمدن دست خالی، هر روز با دست پر می آمدن. اکو زن ببینید دنیا پرستی مثل خواهر ما که فقط خانه جدا می خواهد. بعداً میگه زن نگاه کرد که دست شوهر که خالی است، در او به چهره مردک نگاه کرد و گفت مردک این چشمی تو کور بود است کو؟ مردک میگوید گشت و گفت، زنه گفت بله یک چشمی من کور است، وقتی نکاح کردیم آخیم چشم کور بود کو؟
راستی بار من این تایی چند سالی که با تو زندگی داشتم، دستات که پر می آمد من به دستت نگاه میکردم، به چشم تو نگاه نمیکردم. امروز که دست تو خالی شده است من نظر کردم که تو کور بودی. مردک میگه گشت و گفتن که بله خدا یک چشم مرا نه 2 چشم مرا کور کرد که مثل تو برای زن دنیا پرست و زن از خدا به خبر برای خود انتخاب کردم. بله خواهر عزیز، حبیب خدا میگه خیر النساء من نظرت الیها سرتک. خواهر عزیز، بهترین زن پیغمبر خدا میگه همون زنی هست که شوهر در جمال او دیدن برابر تمام خستگیش دور شود. خواهر عزیزان، او به جانب یک برادرت است، همسینفت است، یک آدم کوچک، آخی دهنت اگر 20 سانتی متر در کار باشه که آدم میکنی میخندی، او تو خنده را تبسم همه تبسم شوهرت کن. آخی حق تبسم دیدن و مهربانی و شیرینی چشم تو را چشیدن حق شوهر است. حبیب خدا میگوید بهترین زن انا همون زنی است که مردک وقتی که در خانه در آمد زن چنان نظر کند، چنان مهربانانه توجه داشته باشد که مرد تمام خستگیش دور شود. و اذا امرها اطاعته. دویم چیزی که زن بهترین زنها میگرداند این بود است که وقتی شوهر امرش کرد اطاعت شوهر کند، اطاعت اپش نکند، اطاعت آچش نکند، اطاعت دیگر قدردانهاش نکند، اطاعت شوهر کند. از خط کشیدگی شوهر بیرون شود. حبیب خدا میگوید بهترین زن همون زنی که مرد در چهره و تماشا کردن در تمام خستگیش دور شود. دیگر این که امرش کند اجرا کند. و اذا غاب عنها حفظه. وقتی که اگر غایب باشد نباشد در حق نفس خودش و مال شوهر چی باشد محافظ باشد. این از خواهر عزیز بهترین زن. به این خاطر ما اکو یگان روایت نمیدانیم، ما برای طلاق مثال حل کردنش برای یگان کسازی چیز فتوا دادگی نیستیم. فقط شوهرتون صحبت کنین، اگر رازگی دهد برای زندگیتون میرین مرکز اسلامی، اونجا برای شما چی دلیل و چه حجتی که دهند. فقط من نصیحتم برای این بود که خواهر عزیز هیچ وقت دلالت کسی را برای خود اختیار نکن مگر چیزی که شوهر برای تو میگوید. خب السلام علیکم اکای داملا، 3 سوال دارم. شیر گاوی خود مرده یا گوسفند یا بوز حلال است؟ بله حلال است. اگر گاوی که خود مرده باشد مثال در پیستان شیر دارد یا گوسفند یا بوز حلال است نزد حضرت امام ابو حنیفه هم. بعضی روایت ها از امام ابو یوسف و امام محمد آمدن برای خب نجس بودن این شیر، لیکن در اصح روایت هم داملا محمدی هم در کتاب خودش حضرت بیان کردن که یعنی نزد مذهب شیر گاوی خود مرده هم حلال هست. خب دوم در آب حرام اگر گوشت را پخته کنند این گوشت خوردن درست است؟ بله، اگر در آب حرام اگر گوشت پخته کنند اون گوشت خوردن درست نیست، مگر فقیه های ما و شما گفتن که حلال می شود وقتی که 3 بار، یک بار می جوشاند در آب تازه، خب آب میگیرد می پرتد با آب دوم، همین خیلی 3 بار پای همون گوشتی که در آب حرام جوشیده بود پیوسته در آب حلال 3 بار تکراری به تکرار می جوشاند، بعدا خوردنش برای شما درست می شود. سوم میگویند که رسول الله را گوشت زهرآلود دادند ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی نشد، این راست است؟ بله، این زینب بنت حارثه که بعد فتح خیبر بود، حبیب خدا از صحابه ها پرسیدند که حبیب خدا گوشت گوسفند کدام
عضوش دوست می‌دارد. گفتن که بازوی او را دوست می‌دارد، دستی او را دوست می‌دارد. این زینب میگوید خیلی گوشت مسموم کردن، زهرآلود کردن و در پیش پیغمبر خدا آورده گذاشتند. در پهلوی پیغمبر خدا اونجا در من یک صحابه دیگرم به نام بشر ابن برا ابن معرور گفتگی شخصا در پهلوی پیغمبر بود میگوید وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین گوشت میگد گرفت و در دهانش کمی جوید کمی خواید به ناگاه میگوید فرو نبرد و گوشت از دهان بیرون کرد و گفت این هذا العظم لیخبرونی انه مسموم. گوشت بیرون کرد و گفت همین استخوان برای من به زبان حال آمد و گفت پیغمبر خدا از دهانت مرا بیرون کن که من زهرآلود هستم. این حق است. این در صحیح بخاری هم میگذارد دادر عزیز. این قصه این از باب معجزات پیغمبر خداست. میگوید حبیب خدا گفتند ای برادر عزیز همین استخوان شاهدی داده ایستاده است. بعدا میگوید وقتی زینب فریاد کردند بنت حارثه گفتند همین عمل تو کردی؟ گفت بله کردم. به چی خاطر؟ گفتن اگر فکر کردم که این محمد پادشاه باشد از بدی او در ایمنی میمانم، اگر پیغمبر باشد هر آینه آگاه می شود. پیغمبر خدا میگوید از گناهش گذشتن بخشیدنش، لیکن وقتی که این بیشتر که از همون گوشت که خورده بود هلاک شد در عوض او بعد این زن قتل کردن. بله درست است دادر عزیز. این باب معجزات است. داملای شیرین سخن این برادرش از ناحیه واسه بوده است. فیته های مگنیتوفانی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است در نظر دارم اودیو مگنیتوفون را و همچنین فیته های ثبت شده کلام الله با تفسیرش امر معروف از جمله با صدای شما را می فروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم فرخار، اونجا ما را سوال کردند که همین نمازی که تیز خوانده می شود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمی تفسیر آیت قرآن مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبتی وی است، این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد. حضرت ناراحت شدن صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر را با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلات. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ایستاده ای؟ منذ 40 سنه. گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نمازی تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن. گفتن ای جوان ما صلیت منذ 40 سنه. گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم. اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است.
در دهمش چی گفتن خداوند؟ باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون، آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردن، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعضی سراینده ها می سرایند تماشا کنین، گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و تودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردی خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم، اینش از خاولین بوده است، چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی اسپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی اسپرینت، اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. اینا باید امروز ما و شما بی نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیه کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین، فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه هاتان باشد، نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم از یاد کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود. این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما درو میرود. از این خاطر کودکان را در همون خوردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است. در لب دسترخوان که نشستی بچم، میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان قزن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود.
آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزند خرد در پهلوی تو آمدن نماز خواند در خانه، اینم گناه هست. گفتگی اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمتش همین است که کودکی تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چیکار میکند؟ و هم عادت میکند و هم خم و راست